салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, якояки шуморо ба эфири навбатии имрӯза дарси панҷум аз китоби New Grammar Time хушомадед мегӯем. хоб, касоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд, аллакай медонанд ки аз китоби New Grammar Time идома дода истодаем, аммо касоне ки нав пайваст мешаванд, ин китоб барои сатҳи ибтидоӣ пешбинӣ шудааст, яъне касоне ки ҳарфҳоро мешиносанд ва хонда метавонанд. аммо барои касоне ки тамоман хонда ва ҳарфҳоро намешиносанд, онҳо метавонанд ба дигар плейлистҳо ки дар канал ҳастанд муроҷиат кунанд, ки дар он ҷо забони англисӣ барои навёдгирон ҳаст. Тақрибан шояд аз 28-30 видео аст тақрибан. хоб, дастархони зебо омадан. Салом ва алайкум салом, хуш омадин. Simple man, hello, how are you? Are you okay? Simple man, do you speak English? Do you know English very well? Welcome to everyone to our channel. Simple man, fine, thank, and you. Fine, thank you. Or fine, thanks, and you. Okay? I'm fine too. Mariam John, salam ustod wa alaikum salam. Khush omadin, Mariam John. Simple man, okay. خب آواز خوب است فکر میکنم امین خیلی. How are you teacher? I'm okay, thank you. Simple man. خب آواز رو سنجیدیم. آواز خوب است. با اجازت شما می رویم سراغ کتاب. I have a question. Okay. Okay, simple man, I am waiting for your question. Mariam John, پشتی پرده کیه براین خد درس بخونیم؟ بله. فردوس مومن سلام سازی استاد عزیز و علیکم سلام، خوش آمدین. تشکر زیاد، خوب. شما چیال دارین فردوس مومن؟ خوبین؟ تنجین؟ خب اینجا تلفن تا بعضی کامنتر نمی برآمده است. اینجا حدیث تیوی آمدن. سلام و علیکم سلام حدیث تیوی، خوش آمدین. Simple man, where are you from and where are you studying? I'm from Tajikistan. I'm from Tajikistan and I study with myself at home. I mean online courses. فردوس مومن شکر ساز. مریم جان وی چوکات وی گفتین، یعنی شبکه را گرفتین با هم خودتید، خیلی نمیدوزیمش با موی سرمونا کوتاه کردیم دیگه
گفتیم کلاه دازیم یک کم بیر کمتر. خب یکون سوال پیشنهاد باشه بفرمایین، اگر نباشه از کتاب درس رو ادامه بدیم. درسی پنجم است از کتابی New Grammar Time 1. کسانی این کتاب رو ندارن میتونن که از گوگل پیدا کنن. این کتاب هست در گوگل New Grammar Time 1 PDF نویسین میبراید. اوکی. خب با اجازه شما میرویم سراغ کتاب. خب کی باشد؟ خب دوستانی که درسی گذشته بودند ما و شما تا کجا آمده بودیم؟ ولی اینجا رو گرفتیم. خب اینجا رو نیز گرفتیم و بله رسیدیم تا اینجا. امروز نصیب کرده باشد خدا از بی subject pronouns میگیریم، یعنی همون verb to be هست. verb to be و subject pronouns یعنی هر دو در یک درس بگیم. خب verb to be چی هست؟ verb to be همون am is are هست. am is are نمیدونم اینجا و در شکل علاویدگی آوردگی نیست. خب اینجا می نویسیم. خب verb to be verb to be همون گفتیم که am is و are هست. انا همین سه تا verb to be هستن. یعنی در زبان تاجیکی این رو چی ترجمه کرد؟ یعنی فعلی بودن ترجمه شده است. خب فعلی بودن am is are. خب دوستان گرامی اکنون می رویم به سراغ کتاب. یعنی در کتاب در شکل علاویدگی آوردگی نیست، اما در بین کلمه ها در بین جمله ها آمدگی هست. یعنی در اینجا نیا کنیم am و در اینجا نیا کنیم are و در خب is کجاست؟ خب در این صحیفه is رو نه آورده است، شاید که در صحیفه دیگری بله در اینجا آورده است is. یعنی مثلا is he is انا همین verb to be هست. خب میرویم سراغ درس. خب ببینیم اینجا چند کامنتاری آمده است. افیر رفته سیکوم گفتن simple man teacher forward. خب افیر رفته سیکی مریم جان اومیل روچ که چیزی نوشتن کور کردن، مریم جان نیز کور کردن. simple man ای سر بدرو توری میشوه فیداس منف ای نه سوزای روچکی هاست سوزن سوز رحمان روچی جان اومیل روچکی سوز باشه همه کسا. خب دوستان گرامی معلم مریم جانت میگه که اومیل روچ که آخر نامشون هم خیلی نوشتگی نیسته. یعنی کنین مریم باز در پسش یعنی جان. یعنی مثلا شما رو اومیل روچ که خوندستیم و مثلا بولده فیردوس مومینوف بود و در اینجا مریم جان
اگر یگان مثال گپ ناتوری گفته باشه یگان چی باشه خیلی از این پس مریم میخونه روز که روز زیخ شدم تمام افراد را آمدم مردکی و زنکی هازی نام میبروی بین که ها راست استاد این روز که شوخی کردسته فهمه مفتونه تیوی سلام سلام علیک استاد خوبین و علیکم سلام شکر خدا خوب تین شما سازین تنجین خوش آمدین مفتونه بانو دیر باز نبودین در افرای ما خوش آمدین امید روز که معلم همه شده زیغ نشه خفرم نگه همه صده خب کاتیا سلام سازی خوبی مریم جان سلام سازی خوبی شکر خدا ساز بهترین خیلی خوب همه کسا خوش آمدین بار دیگر خب ورب تو بی گفتیم اکنون در اینجا مثلا subject pronouns میگوید subject pronouns همون چی است یعنی جانشین های شخصی جانشین های شخصی میتونید در اینجا جانشین های فاعلی ترجمه کرد و personal pronouns رو جانشین های شخصی میتونید ترجمه کرد اما هر دوش یک است در معنا خب امیل روچکی در من از تلفن نگاه دارم 4 کامنتر دیگر است دستر خون زیبا آمدم و علیکم سلام خوش آمدین همه کسا پجا امیل روچکی مریم نامی کی میبروید کو کامنت کو نفهمیدم جونیک شویف السلام علیکم استاد و علیکم سلام خوش آمدین جونیک شویف مفتونات استاد بلنیشنی برآمده بودم خب خداوند شفای کامل شفای عاجل نصیب تام گردانه مفتونه تیوی زیبا سلام سوز خوبی امیلی روش که مفتونه سحر پرسیدم تا گفتی سوزم مرم گفتم سوزم پینزده مادر سمیه السلام علیکم و علیکم سلام مادر سمیه خوش آمدین خب مریم جون روش که ایروز خواهی با مطلق نداره با دیگه کسه خب رسم یکم من یا کنین دوستان گرامی یکمی کلام کنیم میره رسم یکم ده زوی میگوید که خب باردین ابراهیم سلام معلم کامنتاریا ها را نخونین درس سکنین بله کدام کامنتاری با ما داخل داشته باشه یعنی سوال باشه اگر میخونیم نه که دیگراش هم میتونین بین خودتون صحبت کنین یعنی یگون احوال پرسی میکنین یگون چی میکنین جونیک شویف استاد رفتی درس تا کامنتار را خاموش کنین بهتر میشه و خب این موضوع از روی اکران میگیریمش کسانی که با ما سوال دادن بگینش که کامنتاری ها از روی اکران تلفنی ما خاموش کرده شده خب خاموش کردن در روی اکران نیست اکران تلفنم داده خب کسانی که چیزی که نوشتن بگینشون که در اخیر افیر نوشتن خوب میشه خب رسم یک رو نگاه کنیم در رسم یک زوی میگه I am a ballerina I am a ballerina ballerina گفته همون رقاصه رو میگن یعنی رقص کننده یعنی رقص کننده ای مثلا رقصی بالرینا خب میگن من رقاصه هستم و در اینجا توتی باشد یعنی تعجب آور یعنی به دیگر طرف نگاه میکند و به رسم دو اگر نگاه کنیم زوی میگه am I pretty اگر verb to be در اولی جمله آمد پس به معنای آیا می شود یعنی جمله سوالی می شود یعنی مثلا در اینجا verb to be نوشتیم am is are اگر مثلا در اینجا نویسیم که خب در اینجا نویسیم که مثلا I am pretty من زیبا هستم اما اگر همین جمله رو بخوایم که جمله سوالی کنیم پس همین verb to be رو در اول میاریم میشه جمله سوالی نگاه کنیم خب am I خب pretty یعنی آیا من زیبا هستم یعنی در اینجا نگاه کنیم یعنی am I pretty آیا من زیبا هستم یعنی جمله سوالی شد الکی پس توتی در جواب میگه yes you are یعنی به یک شکلی تعجب yes you are خب در این رسم سه نگاه کنیم زویا میگه I'm
I'm اینجا اختصار شد الکی. در اصل I am هست و در اینجا اختصار شد I'm a bird. I'm a bird. خب جمله سوالی نیست، در اینجا جمله تصدیقی است، خبری است. I'm a bird یعنی من پرنده هستم. خب در جواب توتی میگه You aren't a bird. You aren't a bird یعنی تو پرنده نیستی. You aren't a bird. در اصل اینجا You are not هست. You are not. You aren't a bird تو پرنده نیستی. I'm a bird. I'm a bird یعنی من پرنده هستم. و در رسم 4 نگاه کنیم. در اینجا بین این ستاره یا که این نوشت خط اومده است که کراش گفته آوازی یگون ترقص شکستن افتادن میگن. کراش یعنی چرخص میکنه یا ترقص میکنه مثلا همون است. Are you okay؟ توتی سوال میکنه. Are you okay؟ نگاه کنیم verb to be are در اول اومد شد جمله سوالی. Are you okay؟ Am I pretty؟ خب are you okay؟ زوی میگه No I'm not. No I'm not. نه من خوب نیستم مثلا. یعنی البته افتاد از روی کرسی بگیم. خب اکنون در قاعده میگذاریم. پوزیتیو یعنی جمله های خبری رو میگوین، جمله های مثبت. نگاتیو جمله های انکاری رو میگوین. خب در جمله پوزیتیو یعنی مثبت یعنی که خبری بگیم I am a ballerina. I am a ballerina. کمتر یک کلام کنیم. I am a ballerina. من رقاصه هستم. و شکل اختصار شده اش در اینجا شکل اختصار شده اش یعنی I'm ballerina. I'm a ballerina. I am شکل پره. I'm شکل کوتاه شده شکل مختصرش مثلا. خب I'm a ballerina زیادتر I'm استفاده می شود در گفتگوی روزمره. I'm استفاده می شود. I am برای نوآموزان است. خب you are pretty تو زیبا هستی. You're pretty. You're شکل اختصار شده کوتاه شده you are هست. You're pretty یعنی تو زیبا هستی. و اگر همین جمله ها رو بخواهیم که جمله های مثلا انکاری کنیم، جمله های نفی کنیم، نهی کنیم، پس بعد از verb to be یا همون am is are بعد از همون یک not میاریم میشود جمله های انکاری. مثال I am not a bird. I am not a bird من پرنده نیستم. یا با شکل کوتاه شده I'm not a bird من پرنده نیستم. You are not okay تو خوب نیستی یعنی که با شکل کوتاه شده You aren't شکل کوتاه شده are not است. Are not یعنی که aren't. You aren't okay تو خوب نیستی. خب این بود جمله های خبری و جمله های انکاری. اکنون جمله های سوالی در میگذاریم. جمله های سوالی همون verb to be را گفتیم در اول جمله میاریم. مثلا Am I pretty آیا من زیبا هستم؟ یعنی که Am I okay آیا من خوب هستم؟ و برای شخص دوم یعنی مخاطب Are you okay آیا تو خوب هستی؟ خب این برای شخص دوم. خب وقتی که شخص یکم میپرسد که Am I pretty آیا من زیبا هستم؟ در جواب دو نمود جواب داریم. یعنی جوابی مثبت داریم، جوابی منفی داریم. جوابی مثبت چنین است. Yes you are بله تو هستی. Yes you are بله تو هستی. No you are not نه تو نیستی. یعنی نه تو نیستی مقصدش چی است؟ مقصدش همون است که نه تو زیبا نیستی. یعنی در زبان تاجیکی نه تو نیستی نمیگیم. وقتی یک کس پرسید که آیا من زیبا هستم میگیم بله زیبا هستی، نه زیبا نیستی. این خیلی جواب میتیم. میتونیم این را همچنین ترجمه کنیم. No you are not یعنی نه تو زیبا نیستی. No you aren't شکلی کوتاه شده است. خب برای شخصی دوم یک کس میپرسد Are you okay در جواب چی میگیم؟ Yes I am. یک چیز را فراموش نکنیم که verb to be در آخری جمله به شکل کوتاه شده نمی آید. شاید که در این
در این قاعده شاید بگشت، اما اگر به شرط نگشت خب همچون معلومات در ذهنتون بگیرین که verb to be در آخر کلمه، در آخر جمله معذرت، در آخر جمله شکلی کوتاه شدهش نمیاد. مثلا ما نمیتونیم بگیم که yes I'm، yes I'm، yes I'm گفته نمیتونیم، باید بگیم که yes I am، yes I am، yes I am. خب no I am not. خب اکنون اینجا در بین آمدگی است verb to be، این رو میتونیم که شکلی کوتاه شدهش استفاده کنیم چون که در جمله است no I'm not، no I'm not، نه من نیستم. یعنی اگر سوال باشد که are you okay، نه من خوب نیستم. خب اینجا با مثل همیشه این توتی قاعده پیشنهاد میکنه، میگه when we speak we use short forms. وقتی ما صحبت میکنیم ما از شکل کوتاه شده استفاده میکنیم. یعنی توتی میگوید وقتی ما صحبت میکنیم از شکل کوتاه شده استفاده میکنیم. یعنی مقصدش این است که این جایی که گفتیم که I am a ballerina، you are a pretty، اینها برای کتابت هستند، برای نوشتن، یعنی در کتاب ها شونین میآید. اما وقتی گپ زدن ما دیگه I am نمیگیم، I'm میگویم، I'm، you're، I'm not، you aren't به مثل این میگویم مثلا. خب جمله دیوم we use short forms to answer no. ما برای جواب دادن از شکل کوتاه شده استفاده میکنیم. شکل کوتاه شده چه است؟ مثلا no I'm not، no I'm not. یعنی اگر سوال شد که are you okay، ما نمیستیم بگیم که no I'm not okay دیگر. اگر به شرطی که جمله سوالی یک کمی درازتر باشه ما همه اون رو تلفظ نمیکنیم، ما فقط میگیم که no I'm not یا که yes I am، یعنی بله من هستم مثلا. no I'm not یا که no you aren't مثلا. but جمله سوم دقت دهین but we use long forms to answer yes. اما برای جواب دادن جمله مثبت یا جواب مثبت ما از شکل پره استفاده میکنیم. چون که در بالا گفتم یعنی ما نمیتونیم بگیم که yes I'm خطا است، yes I am درست است. خب در اینجا خودش آورده است و خط زده است yes I'm خطا است، باید بگیم که yes I am یا اینکه yes you are یا yes you're خطا است. yes you're در اینجا yes you're خطا است، باید بگیم که yes you are، yes I am و مثل همین. خب اکنون کامنتر را میکشویم چون که در اینجا تمرین کار کردن در کار با هم کار کنیم خوب میشود. خب معذرت به جای کامنتر را کشویم. خب اینجا کامنتری ها زیاد آمدگی هستند، خیلی آدم های نو آمدین. حاکم جان فرخاری خوش آمدین، سمیت جبرسی خوش آمدین، مادر سمیه خوش آمدین، امیل روش که خوش آمدین، مهاجر بچه حاکم جان فرخاری خوش آمدین و باز که آمدین. خب بله خب اگر در بالا سلام داده باشین به همتون و علیکم سلام، همه کسا خوش آمدین. خب اینجا حاکم جان میگن معلم اینمی مفتونه گپ زدسته اینجا درس یا بازار. خب اجازه شده دادیم که گپ زنم. سمیت جبرسی در افیری زیبا جان استاد میپرسند درس مفتونه جان، در افیری زیبا جان استاد میپرسند درس مفتونه جان. فهم مفتونه را گفته نه. خب اکنون تمرین کار میکنیم و شما جواب تین. من از روی این چیز میبینم، اکران تلفن رو میبینم مثلا. خب write M or R، یعنی میگه یا اینکه M رو نویسین یا اینکه R رو نویسین. در اینجا خودش یک تاش رو نوشته است، یعنی I am deaf، من deaf هستم. خب در دویمش چی می نویسیم؟ در دویم رقم دویم خب یکم کس باش اگر بخواهند تمرین کار کنند مرحمت
خب simple man are бале дурустай. Ташаккури зиёд. Фақат як лаҳзаи ҷамъ якбора бинависем сабт шавад дар инҷа. خب دوستانی که کامنت بالا ننوشتن کامنت ها در تلفن تیز میگذرن فقط عین زمان یعنی 4 کامنت دیار است از سیمپل من پایان دیار است باز بالا رفتن امیل روچکی آر دسترخوان زیبا آر مفتونه تیوی آر خب درسته بهترین تشکر زیاد به همتون خب یک لحظه بله آر رقم 3 دوستان گرامی رقم 3 you happy جمله سوالی است در اخیر جمله علامت سوال است چی می نویسیم در اینجا دیل گفت میگم من شما رو 2 ساعت شد گفتستم کی را گفتسته باشم مریم جون آر چی آر چی خب simple man و جونیک شویف آر بله درسته آر می نویسیم چون که جمله سوالی شد Are you happy؟ آیا تو شاد هستی؟ آیا تو خرسند هستی؟ خب رقم 4 رقم 4 چی؟ I7 آمده است و در اخیر علامت سوال دیله گود میگ دختر را فهمو خب دیله خب simple man am بله درست جونیک شویف am بله درست اوچایل آمدن سلام محمد ششم لایک و علیکم سلام خوش آمدین خب در اینجا M میاد M درست MI7 آیا من 7 هستم 7 با مقصد چی یعنی مقصد یعنی که 7 ساله هستم آیا من 7 ساله هستم امیل روچ که M مفتونه تیوی M بله درسته تشکر زیاد تمرین رقم 2 دا میگذاریم بانوی پرهنر آمدن سلام علیکم همه کسا منم آمدم هرچند دیر کردم اما همین جایم تشکر زیاد افهای بانوی پرهنر خیلی مینه‌دار هستیم برای آمدنتون برای دستگیریاتون استاد میبخشین شما چند ساله هستید من 32 ساله 33 ساله خب امید روش که گفتم علیکم سلام دیل نگود میگ خب دوستان گرامی تمرین رقم 2 میگه که write the short form یعنی شکل اختصار شده یا شکل کوتاه شدهش رو نویسین در اینجا you are happy شکل اختصار شدهش you're happy اومده است اما رقم 2 چی I am not 10 شکل اختصار شدهش چه می شود جونیک شویف نوشتن I'm not 10 بله درست I'm not 10 معلم میگن از من یاش بدم حاکم جان فرخوری بله های همسرتون 12 سال از کجا میدونین خب در اینجا گفتیم که کی گفت وزیر سوال جواب شد simple man گفتن که I میاد شکل اختصار شده است وزیر نویسی میره خب I'm not 10 بله I'm not 10 من 10 نیستم یعنی مقصد 10 ساله نیستم خب رقم 3 you are not sad یعنی تو غمگین نیستی تو زیق نیستی مثلا خب simple man you're not sad بله you're not sad می شود شکلی کوتاه شدهش you're not sad بله درست I am silly یعنی من نادان ابله احمق یعنی با چند معنا میاد silly یعنی من نادان نیستم من مثلا من نادانم I am silly یعنی من نادانم من احمقم به معنی همین شاید بیاید اما جواب یک نوت میاد که من نادان نیستم شاید باشه خوب می نویسیمش I am خب simple man نوشتین تشکر زیاد جونیک شویف نیز نوشتین بله درسته I'm silly خب
جونیک شویف و سیمپل من سیلی را میتوانید یک بار بینین. ترجمهش چی میشه؟ سیلی شاید یک خطا کنیم بعد خطا ثبت نشه در نوار. تا جایی من میدونم یعنی سیلی، نادان، احمق به همین معناها میاد. اما یک بار دیگه بینینش فکر میکنم خوب میشه. یا اگر دونین معنیش نویسین تا که دیگر رو استفاده کنن. لالا مالی نزاکت مفتونه تاجیکی قطعی چپا نویسید میشه. خب همینجا هستین جونیک شویف، سیمپل من. همین کلمه سیلی را یک بار میدیدین از فرهنگ ها، قاموس ها، لغتنامه ها. یا اگر اختیار بود من یک ترجمهش نویسین. یعنی توجیه میدونیم سیلی یعنی نادان، احمق، به همین معناها شاید بیاد. خب مفتونه کپت سیمپل من ابله. خب دیدی به همین معناست. ابله به همین معنای ابله هست. خب یعنی اینجا باید می نویستن که I am not silly، یعنی من ابله نیستم. خب دیگر با جمله تصدیقی نوشتنش خیر است. خب تمرین رقم 2 رو نیز کار کردیم. میگذاریم با تمرین رقم 3. تمرین رقم 3 رو نگاه کنیم. در اینجا میگوید circle the correct words، یعنی جمله های درست رو حلقه بکش، دایره بکش. چگونه که خودش در اینجا حلقه کشیده است، دایره کشیده است. حاضر یک حلقه بگیریم اول. خب یکم I am a teacher. خب جمله سوالی است، بنابراین در اینجا ما am I میگیم. am I a teacher؟ am I a teacher؟ آیا من معلم هستم؟ خب رقم 2 سیمپل من و فردوس مومنوف و باز کی بدن شویف. خب باز دیگران همه کسا میتونن جواب تین. رقم 2 کدامش درست است؟ your یعنی که are you 10. your یعنی که are you 10. کدامش درست است؟ جونیک شویف are. خب دیگران چی نظر دارن؟ دیگران چی فکر دارن؟ جونیک شویف are you. بله درست. دسترخوان زیبا are. بله. سیمپل من are you 10. بله درست. امیل روچکی are you 10. بله درست. بهترین. خب are you 10. are you 10. are you 10. تو 10 ساله هستی. خب رقم 3 I'm 8 یعنی که am I 8. کدامش درست است؟ دیگه بود میگی you are. are you درست بود. دیگه بود میگی are you. خب مفتونه تیوی are. بله درست. دیگه بود میگی are you 10. بله درست. simple man am I 8. نو درست است simple man. جونیک شویف I'm. بله I'm درست است. امیل روچکی بله درست. دیگه بود میگی درست. بله در اینجا I'm درست است چون که جمله خبری است، جمله تصدیقی است. یعنی جمله سوالی می بود اگر am I 8 این خیلی میشد. اما در اینجا جمله خبری است I'm 8. من 8 هستم. یعنی من مقصد من 8 ساله هستم. خب رقم 4 I'm good می شود یعنی که am I good می شود. دیگه good make 8 مفتونه تیوی I'm simple man اوکی. اومدی روش که آی با خدا ایوشا خودم گفتم simple man am I good. بله am I good با خاطر که در اینجا جمله چی است؟ سوالی است. با هم خاطر verb to be رو در اول میاریم. am I good simple man good job. دیلیا good make I'm نو درست است. اومدی روش که am درست است. جونیک شویف I'm نو درست است. کاش که در درس‌های انگلیسی نمیگریختم امروز گپ می‌زدم. خب رقم 5 جمله بعدی you're okay یعنی که are you okay. کدامش درست است؟ am. بله که مفتونه تیوی am درست است. کاش فرخوری خنده مفتونه سیونه. خب دیلیا گود میک are you okay. نه درست است. خب یا اون کسی که نظر دیگه دارن
Dilla good make خوب اگر دقت دهیم جمله سوالی نیست. وقتی جمله سوالی نباشد پس verb to be در بین جمله میاد. خب چگونه ای که نه اوچای لولا شما نیز نوتوری نوشتین چون که جمله سوالی نیست اینجا جمله خبری است. خب اوملی روچ که درست نوشتین simple man درست نوشتین. خب جونیک شریف نیز درست نوشتین. جمله خبری یعنی you're okay یعنی شما خوب هستین. you're okay شما خوب هستین. ولی رقم 6 I'm a bird یعنی که are you a bird کدومش درست است؟ you are okay اوچای لولا بله درست انا میخیل مفتونة تیوی you're بله درست. simple man are you a bird بله درست بهترین چون که جمله سوالی است و verb to be در اولی جمله میاد. در جمله های سوالی verb to be در اولی جمله می آید. خب موقع انگلیسی نمیدونم برای همین خپم نمیسی باشه. جونیک شریف are you a bird بله درست are you می شود. اوملی روش که are you می شود. دیلا گود میک are you a bird بله جمله سوالی شد are در اول میاد. خب اکنون این رقم خورد کنیم خود در بینیم در اینجا چی گپ هست. خب در اینجا میگه look read and write میگه نگاه کن بخون و بنویس. خب یکمش رو خودش کار کرده است. am I clever آیا من دانا هستم. clever دانا یعنی ذکی باهوش و مثل همین. خب در جواب زوی باید چی بگه؟ دیار خطا اگر خطاها دیار باشن مرحمت جواب تین اگر دیار نباشن بگین کمتر کلانش کنیم با. یعنی که برین خودش رو پرسیده که از زوی پرسیده am I clever آیا من دانا هستم. زوی در جواب چی گفته است؟ در این جای خالگی باید چی بنویسیم؟ خب جواب دوستان رو منتظریم. yes you are بله yes you are می شود. yes you are خب می توانیم بنویسیم که yes you are clever چگونه که جونیک شریف نوشتن و اوچای لولا نوشتن اما در اینجا جوابی کوتاه در کار است. مثلا yes you are به همین قدر کفایگی میکنه. خب دوستان گرامی اوملی روش که معلم بها نمیمونیم ما یکم برای اشتراک دارم اینجا. خب کی بود فرهاد تیجه بودن با همونگمون چخیلی که نیستن این روز یک نفر بود جوابو را حساب میکرد با همون در اخیر میگفت که کی باهای 5 گرفت. خیلی شاید که درسی آینده بیایه. اوچای لولا yes you are clever بله این خیلی درست است و yes you are درست است. simple man yes you are بله من دونو هستم بله. خب مفتونة تیوی yes you are clever بله are میاد درسته. yes you are بله دیلیا گود میگ درست. خب در اینجا yes you are نوشتیم. اکنون زوی از دیو پرسیده است آیا تو غمگین هستی؟ چخیل میپرسد؟ یعنی در جای خالگی باید چی بنویسیم؟ کمی کلانش کنیم که خوبتر بیاد. خب در این رقم دو چی می نویسد؟ simple man جواب دادن are you are بله درست verb to be در اول میاد. are you sad دیلا گود میگ are you درست. جونیک شریف are you درست. are you sad آیا تو غمگین هستی؟ خب در جواب نگاه کنیم که دیف گریه دارد پس چخیل جواب میده؟ جوابی کوتاه شده. اوچای لولا are you sad درست ہے بله. اوملی روچ که are you بله درست ہے. جواب چخیل جواب میده که دیف yes I simple man بله درست بهترین. yes I am بله درست. رسمی 3 دا میگذاریم. در رسمی 3 زوی از توتی پرسیده است که آیا من پسر بچه هستم آیا من پسر هستم چخیل سوال میکنه. اوچای لولا yes I said yes I
yes I am. Yes I am میشود که اوچلولا. خب yes I am میشود. جونیک شویف در اخیر I am میاد. I'm یعنی به شکل اختصار شده نمیاد. دیل گود میک yes I'm نمیاد. yes I am میاد. در اخیر جمله yes I am میاد. خب اینجا سوال دیگه پیدا شده. simple man am I درسته. جونیک شویف am I درسته. yes I am boy. خب اول سوال ترتیب تیم. am I a boy. am I a boy. آیا من پسر بچه هستم. زوی پرسیسه توتی در جواب میگه no you. خب no you دومش دیل گود میگه yes I am boy. این دختر است. دیل گود میگه باید بگیمش که نه تو مثلا بچه نیستی. چه میگیمش لولا مالین زکات am I a baby. am I a baby. بله ترتیب سوال گذاریتون درسته. simple man no you are not. no you are not بله درسته. no you are خب not. خب نیا کنید اینجا می شود که no you are not نویسیم و می شود که این خیلی نویسیم no you aren't. no you aren't با دو شکل میتونیم نویسیم و جواب دیم. خب در بالا شکل پرش هم نویسیم no you are not. no you are not شکل کوتاه شدهش no you aren't. خب no you aren't ولی درست. جونیک شویف you aren't درست. امیلی روچکی not no you aren't میشود. خب نوشتیمش. خب رسمی چهارم دا میگذاریم. در رسمی چهارم دیو پرسیده است از زوی آیا من خوب هستم. آیا من خوب هستم. چخیل میگیم. خب simple man am بله درست. am I good. am I good. آیا من خوب هستم. اگه مقصدش که من خوب بازی کرده هستم ده. زوی میگوید که قرصک زده است. میگه yes you دومش. خب simple man am I لولا مالین زکات am درسته. بله بهترین تشکر زیاد. جونیک شویف am I good درسته. am I good بله درست. teacher I am not زریادی تلفن I am کامنتر بالا رفت. گوش میکنم نمی نویسم دستگیری میکنم. سلامت باشین. تشکر زیاد. دیل گود میک good yes you. خب simple man yes you are بله درست شد. جونیک شویف yes you yes yes you are. yes you are yes you are خب میتونیم بگیم yes you are good مثلا. اما شکل کوتاهش yes you are میشود. yes you are. yes you are. خب لولا مالین زکات yes you are good ولی دیل گود میک I am a good. am I good. am I good بله درست. تشکر زیاد. رقم 5. خب در اینجا که زوی سوال کیسه که آیا تو کارکی هستی. آیا تو کارکی هستی. چگونه سوال میکند زوی. در جای خالگی باید چی بنویسیم. simple man are بله درسته. are درست. are you کارکی. خب در جواب brain چی جواب میده. این نامش brain است. no I. خب دیل گود میک are you درست. are you درست. لولا مالین زکات are you درست. simple man am. no I. no I am not. no I am not میشود. no I am not درست. لولا مالین زکات درست. جونیک شویف درست. no I am not درست. یک لحظه دوستان گرامی.
خب دوستان عزیز معذرت زیاد. خب اینا کار کردیم. رقم 6 رو میگذاریم. در رقم 6 دیو میگوید که خب I your friend. آیا من دوستی تو هستم؟ آیا من دوستی تو هستم؟ چخیل میپرسد. لولا مالی میزکت دیلیا رفتیم امریکا. Simple man am. بله در اینجا am میاد. Am I your friend? خب در جواب زوی میگد yes you لولا مالی میزکت am I. بله درست. جونک شویف am I درست. مدینه مدینه جاوید. سلام و علیکم سلام. خوش آمدید مدینه جاوید. خب simple men are. Yes you are. بله درست. Yes you are می شود. مهر مدر hello how are you welcome to our lesson. لولا مانی زکات are. بله درست. جونک شویف yes you are. بله درست. بهترین. خب اکنون در اینجا ask and answer میگه سوال کن و بپرس. یعنی مقصد سوال و جواب کنید. خب در اینجا کلمه یکم میگن 10 هست. 10 یعنی رقم 10 و این پرسیده که are you 10 yes I am. یعنی بله من هستم. یعنی من همون 10 ساله هستم. آیا تو 10 ساله هستی؟ بله من 10 ساله هستم. خب اکنون من با شما سوال میکنم. اول اینها رو ترجمه کنیم. 10 happy خرسند شد. people شاگرد طلبه. a bird پرنده. a teacher آموزگار معلم. a clever خب دانا باهوش ذکی. خب جونک شویف با شما سوال are you happy خب به همتون سوال همتون جواب تین تو که در ذهن احتمال بمونه. are you happy شما جواب تین. جواب یعنی از من سوال بنویسم. are you happy چه جواب میتیم؟ simple man yes I am happy. خب yes I am simple yes I am. یقدر دانوی شما من هیچ رو نمیدونم. جیمز بوند. خب خوش آمدین. yes I am happy. بله درسته جوابتون. پس جواب چی میشه؟ yes. خب yes معذرت yes I am. در آخر جمله که آمد علاقه شکلی پراش میاد. yes I am. خب سوال دیگر. سوالی دیگر چی بود در کتاب؟ باز یک لحظه. a people هست. people مردم می شود اما در اینجا یک کمی تلفظ دیگر است. a people a pupil طلبه می شود. شاگرد طلبه. خب are you a pupil جواب شما یعنی شما چخیلی که هستین همون خیلی جواب تین. همش یعنی مثبت جواب نتین مقصده. خب are you a pupil جواب چخیل می شود؟ خب yes I am a pupil درست. yes I am a pupil. yes I am. خب باید که yes I am هم نیز می شود. چگونه که دست خونی زبون نوشتن yes I am. خب شاید بعضی ها مثلا طلبه شاگرد نباشن میتوانم بگم که no I am not. خب اینا در باید که اومده است میتوانیم اختصارش کنیم. no I am not یعنی دو نمود جواب. no I am not. خب are you a pupil? yes I am. no I am not. no I am a student. بله درست بهترین. بله من طلبه نیستم من دانشجو هستم.
جواب بهترین جونکچویف. خب سوال دیگر a bird. Are you a bird? Are you a bird? خب Are you a bird؟ میتونیم همین یک کلمه را تغییر بدیم. تمام. Are you a bird؟ جواب شما Are you a bird؟ آیا شما پرنده هستین؟ آیا تو پرنده هستی؟ جواب چه جواب میتیم؟ No I am not. بله. خب این جواب همش no میشود. No I am not. No I am not. خب در اینجا جونی شیف نوشتن No I am not. No I am person. مثلا این که جواب میتیم No I am not. I این دیگر جمله دیگر چی است؟ عباره است. No I am not. I am a person. A person. No I am not. I am a person. No I am not. I am a person. خب و چگونه کی نوشتن لولا مالی زکات I am a human. I am a human. بله من انسان هستم. person شخص می شود. human انسان. درست. با چه لولا بهترین جونیک شیف sorry teacher why do you say sorry? No I am a person. No I am no I am not. No, I am a person. خب سوال دیگر Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? آیا شما آموزگار هستین؟ آیا شما معلم هستین؟ جواب شما Are you a teacher? Are you a teacher? خب جواب شما Yes I am. بله. خب Yes I am. میتونیم اینجا خب Yes I am. جواب کامل شد. Yes I am. خب No I am not a teacher. اوچه لولا بهترین یعنی از روی جمله بندی خیلی خوب جواب دادن. No I am not a teacher. No I am not a teacher. ولی من یعنی نه من آموزگار نیستم. I am a pupil. من شاگرد هستم یا که طلبه هستم. صدای ظرفشان Yes I am. بهترین Yes I am درست. صدای ظرفشان Good evening for everyone. Good evening for you. Welcome to our channel and our lesson. Johnny Shoaib. No I am not teacher. I am immigrant. خب بهترین immigrant یعنی مهاجرم. من مهاجر هستم. سوالی آخران Are you clever? Are you clever? Are you clever? خب سوال clever میگم. clever. دیگر در اینجا ا در کار نیسته به خاطر که ا همراه اسم میاد. clever صفت است. Are you clever? Are you clever? آیا تو دانا هستی؟ ذکی هستی؟ خب در جواب اوچلولا گفتن Yes I am clever. درست. بهترین simple man Yes I am. بله درست. خب میتونیم Yes I am بگیم و میتونیم Yes I am clever بگیم. هر دو درسته. خب Yes I am clever. Yes I am. بله درست. بهترین. خب در همینجا درس امروزه را از این کتاب به پایان میرسانیم و از درس آینده باز درباره جانشین‌های شخصی هی شی ایت خواهیم گرفت. یعنی از اینجا از صفحه 14 تا امروز تا صفحه 13 آمدیم. خب یگان سوال پیشنهاد باشد بفرمایید. اگر نباشد خب بعدا با اجازت افیر چیکار میکنیم قطع میکنیم. خب idioms miss amigas. Ideas miss amigas. اوچه لولا راستی نفهمیدم این جمله نوشتگیتونه. صدای ظرفشان استاد در کدام شهرین؟ در ترکیه.
خب خب یگان پیشنهاد و سوال نباشه با همین افیری امروز رو با پایان میرسونیم. تشکر از یکی شما. فیو نمیدونم چوی قبل بسوادم همین قبل پس درات سر دورم کلام در نمیمونه شاید پیر شدم برای همین نه انشالله اساسا میشوه. حالا ما یک درس زبان انگلیسی تشکیل کردنی هستیم برای آدمای نویادگیر، کسانی که حرفا را نمیشناسن، خوانده نمیتونن. از طریق تخته صنفی دوسکا اجازه خیلی چپانا نشون میده. یعنی اینجا دیدسته باشین اگر یعنی از حرفا میگیم آغاز کنیم. خب از حرفا آغاز کنیم میگیم. انشالله که آغاز کردیم باز فکر میکنم خوبتر یاد میگیریم. صدای زرفشان هی ماشاءالله ماهی انور همونجا بودم وقتی خنکی یادم اومده وچه مالی زکت با زبان اسپانی نویستم. فهمم نفهمیدمش راستی او را با مختلف گفتم نفهمیدم. فیو بهترین میشوه. خب خیلی خوب. انشالله در نظر هست که برای نو آموزا یک تا تشکیل کنیم. خیر دوستان نوشتم. فهمم. تشکر آچایلولا برای آمدنتون، برای دستگیریتون. فیو رحمت معلم که ایقا برای ما حرکت میکنه. سلامت باشین. تشکر زیاد. با شما نیز رحمت که قدر میکنین میایین. خب در همینجا دوستان گرامی خیرخش میکنیم چون که ساعت 9 شد. الکی دسترخوان زیبا را وعده کردیم که چیکار میکنیم افیرشون اگر لگرشتگیم خیلی روز دیگه هم در افیرشون برآمد کنیم. بنابراین در همینجا میگم که خیرخش میکنیم. باز در درس‌های آینده ادامه میدیم. درس‌های ما هر روز ساعت 8 هستن. هر روز ساعت 8 زبان انگلیسی داریم. صدای زرفشان استاد همونجا معلم کار میکنه. نه معلم نیستم راستی که خیلی مهنت شرف هست میگن. انسان نباید از گفتن چیزش اضافه کشه. یعنی پاسبان هستیم و با روسی بگیم اخرانیک میشوند. اخرانیک هستیم و زبان ها در کم بیش شاو داریم. کم کم بگیم درس تیار میکنیم. چی میکنیم ویدیو میپارتویم در باره زرفشان. معذرت در اینجا کامنتری زرفشان برآمد در باره زرفشان در باره زبان ها مثلا. خب اینجا کامنتری بعضی در تلفن نمیروه از کامپیوتر نگاه کنیم. Simple man Tajikistan forward or Tajikistan to forward. Simple man اکما او قدر بگیم به درجه عالی زبان نمیدونم. یعنی آشکار بگم اگر اونجا بگیم اگون نه ایزوم میکشیم نه چی ما روز شب بگیم کارگر هستیم کار میکنیم بگیم در سر تا بگه کم کمکی میخوام که خیلی افکت کنیم. در اگون جو معلم هم نیستیم معلم هم کار کردگی نیستیم. فقط زبان ها را میخوام خودم با آموزم از طریق کورس های آنلاینی هستیم پلاکی هستیم آموخته هستیم و بعد برای هموطنان پیشکش میکنیم. یعنی به درجه عالی زبان انگلیسی را نمیدونیم. همون قیم میدونیم که میخوایم که یک کسی که از ما کم میدونه او را دستگیری کنیم کمک کنیم. اینم خبر. خب دسترخوان زیبا خیر همه کسی در امان الله باشین. خب با شما نیز خیر دسترخوان زیبا. انشالله 5 دقیقه دیگه همین کامنتر رو خونیم خیرخش میکنیم افیر شما رو بعدا گریون میکنیم. خب سیمپل من کدامش طوریه؟ خب گفتیم برادر سیمپل من یعنی با اون بگیم که با اون حدی درجه عالی نمیدونیم. غوی پرو سلام علیکم برادر. و علیکم سلام خوش آمدین برادر غوی پرو. جیمز بوند معلم سوال بفرمایید. جیمز بوند اگه سوال آسانک باشه بفرمایید. سوال بو نباشه شدشه دارم تون. جیمز بوند بفرمایید.
صدای زرافشان بهترین استاد فیو دسترخوان زیبا دا گپ نیست معلم. همه را دستگیری میکنم از دستان میبیاید دستگیری کنیم. انشالله دستگیری میکنیم. جیمز بوند چخیل کنیم یاد گیریم. شما گپ زده حواسم کرد. هم کار میکنم بازور یاد میگیرم. خب برادر جیمز بوند یک بار دیگه در همین مسئله گفته بودیم، باز تکرار میکنیم. زبان آموختن واقعا یک زحمت کلان طلب میکنه و این زحمت کلانی که میگیم به معنای اون نیست که دیگر انسان شب روز در همین زبان وقت صرف کنه. آسانه که زبان آموختن خیلی آسانه. چخیل کسی که اراده قوی داره، کسی که واقعا میخواد که همین زبان بآموزه، یعنی برای هوس نه، برای این که نه مثلا فلانی مثلا زبان میدونه به من کوشش کنم که بدانم، برای اینه واقعا از تحت دل میخواد که زبان بآموزه و میتونه. برای شما دو راه پیشنهاد میکنم. اون چیزی که از تجربه خودم گذشتگیه. برای شما دو راه پیشنهاد میکنم. یکم راه همین است که شما هر روز 5 عباره باید از یاد کنید. یعنی 5 عباره یا 5 جمله کوتاه مثلا باید از یاد کنید. در مدت 3 ماه انگلیسی را گپ میزنید. اگر گپ نزدین بیاین باز همین خیمان افرام ادامه داده استم ان شاء الله ادامه میدیم، باز بیایم بگیم که مثلا ما همین کارو تجربه کردیم نشد. لیکن از روی وجدان، از روی انصاف باید که همین کارش ما هر روز انجام بدیم. این خیلی نه که 10 روز انجام دادین 5 روز دیگه انجام ندادین با بعد 20 روز با انجام دادین. این خیلی نه، باید هر روز انجام بدین. و این خیلیش هم نمیشه که باید که شما مثلا در روز میگه که من 5 تا کمه من 20 تا یاد میکنم. این خیلیش هم نمیشه. برای دیدن بسیاری که میگن من 20 تا یاد کردم میتونم 20 تا یاد میکنه، یه روز 20 تا یاد میکنه، اما بعد 5 روز 10 روز یا 2 هفته پس میبینیش با دیگر کار مشغوله. بنابراین اگر شما بخواید زبان انگلیسی را یاد بگیرید واقعا یکمین کاری که میکنین باید که هر روز 5 عباره از یاد کنین، 5 جمله کوتاه. مثلا hello یک عباره هست و هم جمله حساب کرده میشه. how are you چی حال داری؟ I am fine. خب 3 جمله شد. where are you from تو از کجا هستی؟ I am from Tajikistan. خب 5 جمله شد تمام. باز فردا که شد how old are you؟ I'm 30. What do you do؟ خب I'm a student. خب I'm an engineer مثلا. یعنی همین خیلی 5 عباره 5 جمله کوتاه اگر بتونین از یاد کنید، با شرطی که هر روز این کار انجام بدین در مدت 3 ماه شما به ملال انگلیسی را گپ میزنید. این یکم راهش. لیکن اگر بگین که نه من از یاد کردن نمیتونم، یعنی قین از یاد کنی 5 جمله، یگانه راه همین که یک کتاب میگیرین. یعنی چقدر که ما کتاب ها را گرفتگی از اول رفتیم، یعنی یک کتاب میگیرین از اول سر بکنین. مثلا یک کلمه را یافتین در اونجا نوشته که هلو، باید برین لغت ببینین که هلو چی میشه، ترجمهش رو بنویسین. یعنی هر یک کلمه که نمیدونین او را ترجمهش هم بنویسین. همین 3 کتاب تمام کنین شما انگلیسی رو گپ میزنین. با شرطی که 3 کتاب انا خیلی گفتم هر یک کلمه را ترجمه کنین، برین 3 کتاب تمام کنین. اما از همه راه بهترش همون 5 عباره است، 5 جمله است که از همه راه آسان بهترش هم است. اگر با سوالتون جواب داده باشم خیلی خوشحالم. اگر پیشنهاد معقول شده باشه بهترین، اگر معقول نشده باشه خب این فکری من است. یعنی خب من از روی تلفن میخونم چون که از اونجا نمیبینم بسیاری چرا سرچینی را. خب چخیل کنیم. خب جواب دادیم. خب همه وقت با پیش سلامت باشید. سیمپل من رحمت اپاجان فیو میندارم. خداوند از شما راضی باشد. اپاجان دست خون زیبا گفتن. فیو معلم شرم ندارید، بسیار زبان ها را میدونید. احسن ما شما را دیده با حرکت میکنیم که یاد گیریم. سلامت باشین. فیو رحمت دست خون زیبا شما پیش قدمین. دست خون زیبا رحمت اپاجان فیو من چند بار پادپیسیاسیا کردم در دیگر رو بدست در شما دین پادپیسیاسیا کردم. دسترخوان زیبا رحمت اپاجان. سیمپل من دسترخوان زیبا اینامی مرم تشکر زیاد کدام ویدیو رو مونم
خودت کامنت میمونی برای بار دیگر رحمت. جیمز بوند معلم من در آلمان هستم زبان آلمانی میخوانم. میتونم که دو زبان گپ زنم. چه یک لحظه دوستی عزیز زبان آلمانی میخوانم. میتونم که دو زبان گپ زنم. اگر مقصدتون این باشه که من میتونم که دو زبان یکی بیاموزم و با دو زبان گپ زنم، این از هر یک انسان وابسته است. این از مثال گپ من نمیتونم باز بگم که ها میتونین ها نمیتونین. هر یک انسان وضعیت خودش حالت خودش بهتر میدونه. مثلا من میتونم در یک زمان در یک وقت میتونم 3 زبان بیاموزم، 3 زبان درس بدم مثلا. یعنی مثال گفتم ده حالاتایی بود که مثلا هم زبان ترکی میآموختم هم زبان انگلیسی. هر دوش یعنی اینش تمام میشه ساعت دیگری وایش سر میشه. کورس‌های آنلاینی از طریق اینترنت مثلا. و وابسته به هر یک انسان است. یعنی اگر کوشش کنه میتونه. من باور دارم که اگر هر یک انسان کوشش کنه میتونه که یاد بگیره. و گپ زنیش هم میتونه. فقط در گپ زنی کمتر مشکل پیدا میشه که کلمه ها را اینش بینش پریپوتیت میکنیم بعضی وقت. مثلا من بعضی وقت مثال گپ که اینجا سیاح ها میان گپاشون ترجمه میکنیم بعضی وقت ترجمه کردن از ترکی به دیگر زبان و از اون زبان به دیگر زبان مثلا در همین حالت یک کمی چی میگن این کلمه ها در اون کلمه ها میروند. اما ما که ترجمان نیستیم، یعنی تخصصمون مترجم نیست، ترجمان نیستیم. این چیز واقعیه، این چیز باید بشود. اساسا یاد میگیریم ان شاء الله. فیومن میخوام زیاد کنم دینم دخترم قطعی امکش با انگلیسی گپ زد حواسم کرد، لیکن همین گپ های شما تکرار کردگی را تکرار کرد دیگر نمیتونست فهمم. جیمز بوند سوال بهترین معلم من راضی برای صحبت های خوب بهترین خیلی خوب. فیو رحمت معلم حرکت میکنین زبان دانی جهان دانی. بله فیو چه نوشتین کار کردین. خب جیمز بوند الله از شما راضی باشه، سلامت باشین. تشکر زیاد برادر عزیز. خب دوستان گرامی در همین جا که قطع میکنیم افیر چون که یک کمی دراز شد افیر 1 ساعت 8 دقیقه شد. برای کسانی که من بعد یعنی وارد یوتیوب میشن ویدیو رو میخوان که ببینن درس 5 رو دراز نباشه خوبه، توشن کوتاه باشن قدر کوشش میکنن که ببیننش تکرار کنن درس. تشکر از یکایی که شما تا درس‌های نوبتی. خدا نگهدار، موفق و مؤید و سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.